بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان روزدار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینک ما و شما در ماه مبارک رمضان، ماهی مهمانی پروردگار خودمون قرار داریم. دهه رحمتی از این ماه هم سپری شد. پروردگار ما و شما را مورد رحمت خودش قرار داده باشد. این ماه با تمام معنایش بزرگ است. همان گونه که قبلا در صحبت‌های پیشین هم گفته بودیم، حکمت از روزه‌داری حاصل کردن تقوا، پروا کردن، پرهیزکاری و یا خدا ترسی است. در یک جمله حاصل کردن قرب و شایستگی درگاه پروردگار عالمیان. پروردگار این ماه را از تمام روزداران قبول و این مرتبه را برای مؤمنان روزدار نصیب بگرداند که تقوا را پروا کردن و خدا ترسی را حاصل بکنند و اجر و پاداش این ماه مبارک را برامون نصیب بگرداند. امام بخاری روایت میکند پیغمبرمون صلی الله علیه و سلم میفرمایند کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی و انا اجزی به، یا اینکه و انا اجزی به. فرزند آدم را همه عملهاش خواه نیکن خواه بد هستند برای خود او هستند، مگر روزه داشتنش. روزه داشتن برای من است و من به واسطه پاداش روزه دار را میدهم، یا اینکه من خودم پاداش روزه دار هستم. این ماه فضیلت بزرگی های زیادی دارد. بارها گفتیم و دیگر دانشمندان و علمای ما، بزرگان ما گفته ایستادند. نه اینکه تکرار نمی شوند، بلکه فضیلت و بزرگی این ماه بیشتر از اون است که تکرار بیابند یا اینکه با گفتن کاسته شوند. اینجا میخواهم من یک ویژگی ماه مبارک رمضان را و چندی از فضیلت او را یادآور میشوم. پیغمبرمون صلی الله علیه و سلم این ماه را ماه رستگاری یا اینکه حامی، حمایتگر، سپر، دیژ یا اینکه به قول امروزه برنجلیت گفتند. روزه‌داری در اصل عبادت است برای رستگاری از عذاب. سپر و حمایتگر است از آتش دوزخ. اگر در این ماه عمیق‌تر نظر بکنیم میبینیم که این ماه حمایتگر و نجات بخش است از کلی کلفت ها و گرفتاری ها. حامی و نگهدار است از گناه و معصیت ها، حتی از گناهان سنگین، گناهان کبیره. حامی و رهابخش و نجات دهنده است یا اینکه درمان است برای بیماری ها، از جمله بیماری های اخلاقی و مشکلات اجتماعی. یک روزدار در تمام روزهای روزداریش در طول یک ماه از خوف بیم این که گناه نکند و روزهش رو تباه نسازد احتیاط میکند، پروا میکند. لهو و طرب، رفتن مکانهای بیهوده، جایهای گناه، اینها را ترک میکند. کینه گرفتن را، بدبینی را، دشمنی، غیبت و نمامی، سخن به یک کس بردن، یک جا سخن آوردن، تهمت، حرام خوری، حرام رفتاری، حرام کاری،
همه این گناه ها را ترک میکند، از اینها دور میشود. اینها عمل های زشت و بیماری های ریشه‌ای و نهادینه هستند که اساس جامعه ما را تشکیل میکنند و یک شخصی روزدار در برابر این که به خاطر درست شدن و قبول شدن روزش ناچار است که از اینها دوری بگیرد، این چنین مصدر و سرچشمه عملهای نیک هم می شود. پیش از اومدن ماه مبارک رمضان شروع میکند به یک دیگر بخشی. وقتی که یک مؤمنی روزدار شیطان خودش در بند می‌یابد، عبادت و طاعتش بیشتر می شود. در پیروی به پیغمبرش صلی الله علیه و سلم جود و سخاوتمندی را پیشه میکند. از مادرمون الله از ایشان راضی باشد، ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها آمده است که پیغمبرمون صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان از دیگر ماها کرده سخاوت و بخششش بیشتر میشد. یک شخصی روزدار جود و سخاوتمندیش بیشتر می شود، افزایش می یابد، زیاد می شود. در فکر افطار دادن روزدارها می شود. یتیمان، بینواها، محتاجها را دستگیری اونها را فکر می کند. برای روزداران افطار دادن، صدقه. حالا من اینجا می خواهم به 3 ویژگی ماه مبارک رمضان اشاره کنم. اول، روزه داشتن عملی بریا است. یک عبادتی هست که خالص برای خدا انجام داده می شود. برای غیر خدا تعظیم، سجده، حتی جانفدایی و قربانی هم کرده می شود، میکنند. ولی روزه‌داری یک عبادتی هست که تنها برای خدای یکتا انجام داده می شود. برای معبودهای باطل روزه داشتن نیست. دوم، روزه‌دار بی‌پروا نیست، عصبانی نمی شود، بیهودگویی، دشنام، بدگویی نمی کند. زیرا برای روزه‌دار امر شده است که وقتی کدام با او دست به گریبان شود یا تحقیر و ملامتش کند، برای او بگوید که من روزه دارم، از این عملهای زشت دست بکشیم، من روزه دار هستم. سوم، روزه داری یک عملی هست که پاداش او را به واسطه خداوند کریم و مهربان خودش میدهد. الله مهربان صاحب جلالت و کبریا خودش مزد روزه‌دار را میدهد یا خودش پاداش روزه‌دار هست. این دیگر نهایت احترام از طرف پروردگار و کمال افتخار برای یک بنده است که خداوند منانش برای او روا دیده است. پیغمبرمون صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری روایت میکند از ابو هریره رضی الله عنهما گفتند: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کی ماه مبارک رمضان را با ایمانی به خدا و امید به پاداش و اجر روزه بدارد، گناهانی تا این دم کرده اش بخشوده می شود. البته گناهانی صغیره اش. یعنی روزه داری اسباب مغفرت گناهان و باعث کفارت آنها هست. اینجا درستر اگر نظر بکنیم،
یک عفو عمومی امینیستیا صورت میگیرد. پروردگار ما و شما این گونه عفوها را در طول سال وابسته به در چند روزهای دیگر هم قرار داده است که به سبب آنها، به سبب عبادت در آنها، به سبب روزه داشتن اون روزها خداوند تبارک و تعالی بندگانش مورد عفو عمومی قرار میدهد. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است که من قام رمضان ایمانا و احتسابا، هر کی شبهای رمضان را با ایمانی به خدا و امیدی اجر و پاداش شب زنده داری کنه و به عبادت بگذروند، گناهان او بخشیده می شوند. یا که من قام لیلة القدری، هر کی شب لیلة القدر را با از روی ایمان و امید به پاداش و ثواب اگر بیدار خوابی کند و به عبادت بگذراند، گناهان او بخشیده می شود. در این شب قدر دیگه یک عفو امتیازناک، زلطهای امینیتی است که خداوند تبارک و تعالی علاوه بر اون که گناهانی بندش می بخشد، عملی 1000 ماهه را زیاده از 83 سال اجر و پاداش برای یک بندش می دهد، برابر یک عمر انسان را. وابسته به هر یک اینها در جای خودشون انشاءالله که صحبت ها خواهیم کرد. عزیزان روزه‌دار، تمام عبادت ها به خاطر بندگی خداوند و ساختن و به وجود آوردن انسان بهتر و بازسازی انسانیت و آدمگری و رهایابی و نجات بخشی آدمیت از عذاب دردناک دوزخ مشروع شدند، تشریع شدند. اما تنها روزه داشتن در ماه مبارک رمضان برای مؤمن روزه‌دار خواستار است. ویژگی و خصوصیت ماه مبارک رمضان در آن است که یک مؤمن اگر تمام عملهای نیکشه، عملهای صالح خودش را گرچنده به مانند کوه‌ها هم باشد از دست بدهد، تنها همین روزه داشتنش در ماه مبارک رمضان بسنده است که او را از آتش دوزخ رهایی ببخشد. وقتی که خداوند منان میگوید که روزه داشتن برای من است و من پاداش روزه دار هستم، یا پاداش روزه دار را به واسطه من میدهم، این انا همین معنی را میدهد، دیگر یگان معنی دیگر ندارد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب را یک بار پرسیدند آیا میدونید که مفلس کی هست؟ اصحاب رضی الله عنهم گفتند مفلس کسی است که نه درهمی دارد نه مال و دارایی. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم گفتند که مفلس امتی من کسی هست که فردای قیامت می آید عملهای صالح انجام داده است، نماز خونده است، روزه داشته است، زکات داده است، ولی یکی را تحقیر کرده است، یکی را بد گفته است و دیگری را مالش خورده است و یک کسی دیگر ضرب و لط کرده است یا به قتل رسونده است. پس بالای او دعوا میکنند و عملهای نیک این را گرفته به دعواگرها داده می شود و عملهاش تمام می شوند. اما در روایت آمده است که وقتی عملهاش همش تمام می شوند و بر روزه می آیند، روزه ماه مبارک رمضان می آیند و به خداوند می گویند که بجز روزهش دیگه عملی صالح برای او نمونده است، خداوند می گوید که اما برای روزه داریش نه، چون که روزه داریش برای من است و من پاداش روزه داری اون رو می دهم. در اینجا خداوند توانی عملهای اونها را می دهد و این روزه دار را به سبب روزه داشتنش در ماه مبارک رمضان خداوند تبارک و تعالی، خداوند مهربان، او را از آتش دوزخ رهایی می بخشد. روزه یعنی تنها روزه داری یک مؤمنی روزه دار می تواند که او را از آتش دردناک جهنم، از آتش دوزخ
رهایی ببخشد. پروردگار این روزه‌داری را و این طاعت پرارزش را از تمام روزه‌داران قبول بکند و رهایی از آتش دوزخ را نصیب و روزی بگرداند. انشاءالله خدا خواسته باشد از این به بعد ما در گفتگوهای رمضانی و بعد رمضان یکدیگر را میبینیم و اینچنین اگر سوال و پرسش هایی که نیاز برای جواب دادن باشد ارسال میکنید و پاسخ اون را هم انشاءالله دریافت خواهی کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.